افشاگری مدارکی سری از دفتر رهبری از اجرای دستورالعمل‌های اضطراری به مجرد برگزاری انتخابات پرده برمی‌دارد. دستورالعمل‌هایی من جمله اعمال محدودیت‌های شدید بر خارج نمودن سپرده‌های بانکی و فروش ارز به مردم، وضع مالیات به میزان 20% بر این سپرده‌ها و انتقال مسئولیت اداره تمام سیستم بانکی کشور به سپاه پاسداران. ولی خامنه‌ای همچنان در تضاد با تصمیمات اتخاذ شده خود در این جلسات سری سخن میگوید. این معناش اینه که ما در مقابل تحریم ها یه حالت ضد ضربه پیدا کردیم تدریجاً. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، افزایش 40% اجاره خانه، افزایش قیمت محصولات وارداتی مانند برنج و گندم به دنبال بالا بردن نرخ ارز، 25.4% بیکاری و اخراج روزافزون کارگران و کارمندان، عدم توانایی بانک مرکزی جهت پشتیبانی از بانک‌ها و ورشکستگی احتمالی اکثر بانک‌ها. با تحریم‌ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم‌ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن، یا از جهت رو آوردن به ظرفیت‌های درونی که کار بنیادی و زیربنایی است و حتما باید انجام بگیره و تا حالا هم انجام گرفته. سهمیه بندی کالاهای اساسی از قبیل برنج، شکر، گندم و آرد، افزایش 10 تا 15% مالیات بر ارزش افزوده، دولتی سازی شرکت‌های خصوصی. این نقشه خامنه‌ای برای شماست. دیگر اعتمادی به بانک‌ها هم نیست. آنها دیگر جای قابل اطمینانی برای پول شما نیستند.